سلام. کس را کتک خورده. آره راست این سوتی فرزاد جانه که ممنونم ازت، واقعا یه بلای سرم آوردی، کلا صورتم یه قرمز شد. الان یه چند دقیقه مونده تا تقریبا 40 دقیقه مونده، بعد دوست داشتیم ویدیو رو با هم دیگه من غزل ثبت. سلام نکردی؟ سلام. تقریبا ساعت 6 صبح کی سلام میکنه؟ شما سلام میکنید بیدار میشید؟ تقریبا 40 دقیقه مونده تا به من واقعا بیدار میشم سلام نمیکنم. اگه زودی منم صحبت کنم. تقریبا 40 دقیقه مونده بهت. دوست داشتیم یه ویدیو ضبط کنیم از اتفاقاتی که برامون افتاد تو 1402، چه شیرین چه تلخ. یه اتفاق فوق العاده خوب برامون افتاد، یعنی یه اتفاق رویایی برامون افتاد و متاسفانه اتفاقات بعدش خیلی بیشتر بود برامون اتفاقات خوب. ولی در کل اون یه دونه اتفاق خوبه همه رو شست برد، یعنی اینو بخوام بگم که همه رو شست برد، یعنی جای بد برامون نداشت. ولی خب در کل میخوام بگم سال 402 برام از سال قشنگی نبود. مسواک نزدی نه؟ من مسواک زدم. نظرت راجع به سال 1402 خیلی پایینه. کیاشه؟ البته هنوز بیدار نشده که بخوایم بیاریمش. بچه‌ام گفتیم اذیت نکنیم، بخوایم بیاریم الکی ساعت 6 صبح بعد این فیلمو بهش نشون بدیم در آینده، فقط فوشش میمونه برامون. میگه شما کرم داشتید ما رو ساعت 6 بیدار کردید. واقعا سال 402 خیلی عجیب غریب بود. هم اتفاق خوب داشت، هم اتفاق بسیار بد و دردناک برای من. سال 402 واقعا پر از حسای عجیب غریب بود. یعنی من حتی میگن زمانی که 18 سالت میشه اینطوریه که تازه میفهمی یه دنیای جدیدیه، یه دنیای جدیدی رو داری کشف میکنی. ولی من واقعا میتونم بگم تو 21 سالگی یه دنیای جدیدی رو کشف کردم، یه وارد یه دنیای جدیدی شدم. یعنی الان اولین چیزی که بخوام بگم مادر شدنمه. اتفاقی، چه بلایی، چه مسئولیت به این بزرگی. واقعا بچه خیلی مسئولیت بزرگیه که من این مسئولیت بزرگ رو حتما خالقم در من دید که تو سال 401 402 توی 21 سالگی به من اجازه مادر شدن رو داد. حتما تواناییشو داشت. سال 402 یه سال خیلی پرتنش بود، خیلی پرتنش، پر از فراز و نشیب‌های عجیب غریب بود. یعنی میشه گفت تغییر شغلم بگم، نمیدونم اتفاقات دیگه که تو زندگیم افتاد. حالا شیرین یا تلخ بودنشو کاری ندارم، ولی سال خیلی آموزنده‌ای بود برای من. مخصوصا سال خوب بود برام، من خیلی خوب ساخت، تغییرات خیلی بزرگی در من ایجاد کرد، همکاری‌های جدیدی شروع کردم حالا که ایشالا ثمره شد سال 403 قراره ببینم همه رو. و اینکه فقط تنها اتفاق شیرینی که برام تو این سال افتاد کیاشا بود که اومد یه رنگ جدیدی به زندگیمون بخشید، یعنی یه دید جدیدی به زندگی برام باز کرد. من همیشه میگفتم تو 2 تا کلیه دارم، هیچ وقت جنسیس نمیفروشم، ولی یه اتفاق شیرین که جنسیس فروشش بر من داشت این بود که جنسیس سفیدمو که تقریبا 5 سال پیش فروختم، تونستم زمینمو بخرم داخل شهر صنعتی رشت و الان جنسیس مشکیمو که فروختم باعث شد که اونجا رو بتونم تجهیز کنم و کارخونه‌مو شروع به راه اندازی بکنم. خیلی تصمیمات جدی گرفتم من و همین الان که تقریبا الان 8 دقیقه و 30 ثانیه به سال تحویل مونده، خیلی قولای محکمی به خودم دادم برای سال 1403. اهدافی برای خودم چیدم که باید به اونا برسم و تمام تلاشمو میکنم و اینم بگم نیازمند حمایت غزلم هستم که دارم اینجا ازش خواهش میکنم که اگر منو حمایت نکنه من نمیتونم. من بازم بگم من مشت نخوردم و این دسته گل آقا فرزاد عزیز کارش خودش درجه ای که ولی بلای سر من آورده اینگاه کتک خورد. فکر کنم مدیر مجموعه آموزشی باشد سواد. چرا ضابطه رو پوشیدی؟ موده. خب موده که موده.
حالا مود پسرم ابرو بردارم. من ابرو بردارم. الان مود گوشواره میندازن. برام گوشواره بندازم. ولی هخامنشیان، ساسانیان، جهانگیریان اینا همه میشنن. جهانگیریان. آره جهانو میگرفتن. بابا زمان جهانگیریان جهان میشه. خب بچه چند ثانیه مونده به سال تحویل و عید شد. سال سال شما مبارک باشه بابا جان. ماما جان سال شما مبارک. امیر جان سال خیلی قشنگی داشته باشی. از اتفاقای شیرین 402 میتونم بگم شروع همکاری با یک دوست خیلی خوبه که واقعا خیلی خوشحالم. ولی در کل 1402 هیچ وقت شاید در آینده نخواهیم از بدیامون یاد کنیم. تو سال 402 از چیزی که یاد میکنیم و هر سال براش جشن میگیریم 14/6/1402 تولد کیاشا. زندگی اونقدر پستی بلندیایی داره که ممکنه چندها سال دیگه اصلا پستیاشو یادمون نمونه، چون که به مراتب بالاترین نقطه زندگیمون قرار بگیریم و فقط از سال 402 توی ذهنیتمون تولد پسرمون باشه. روزا یه جا فکر نمی کردم که یه روز انقدر زندگیم قشنگ بشه که همچین فرشیه تو زندگیم بشه. الان هم اگر صداشو بشنوید دارم برای شیر درست میکنن که بیدار نشده ولی گوش نشه. الان دیگه تایم شیرشه. اگر استوری ما رو دیده باشید متوجه میشید که ما 2 4 6 صبح بیدار میشیم برای شیر آب. سال تحویل شد، یه سال جدید اومد. حالا درست نیست ولی یک سال بزرگ شدیم. در اصل روز تولدمون برسه ولی خب یک سال بزرگ شدیم و الان اولین سالیه که فرشته کوچولو پیشمونه، مثل که بیدار شد. برم بیارمش. خوش پسرمونم بیدار شد. چه بخیر. قاطیه پسرم یاقاتو ببن بابا. سال نوت مبارک بابایی. سال خیلی خوبی برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم امیدوارم سال 1403 یه سال جدید خیلی خفن برای هممون باشه. سالی باشه که دیگه هیچ ناراحتی نداشته باشین. البته زندگی به ناراحتی نمیشه، همین ناراحتی هست که بزرگت میکنه و میسازتت. در کل سال 1403 باید سالی قشنگ باشه، چون سال 402 برای خیلی سال سختی بود. حالا برای یکی کم، برای یکی زیاد، هر کی دغدغش متفاوت بود، ولی منو خیلی اذیت کرد و قراره سال 403 یه سال فوق‌العاده زیبا و خوشگل باشه. چون سال 403 من فهمیدم زندگی یعنی چی. عید شما مبارک. اینو اگه نذاشتم اون موقع ببینید. نه دوست داشتم بچه دوست درخت خریدیم. الان آخر سال حتما میندازم چون خیلی دوستشون دارم. یه کاکتوس خیلی بزرگ گرفتیم با یه دونه سامایادو چی؟ بونسای بزرگ. 18 سالشه. این چند سالشه؟ 45. نه جدی؟ نه جدی من چه میدونم چند سال آقا؟ اینو نمیدونیم ولی اینو میدونیم 18 سالشه. 3-4 سالشه. نه بابا این خودش همسن من حداقل. بابا تو نمیبینی کیاشا اینا رو دیدی؟ اینا هم دیدی؟ ببر. سلام، من بابامم. اومدم باهاتون صحبت کنم دوستان عزیز. من بابامم، من کیاشا نیستم. من میخوام با کیاشا سال نو رو بهتون تبریک بگم. عید شما مبارک. خب دوستان عزیز، بابام رفت، من جای بابام دارم با شما صحبت میکنم. نه اون برم بچه یه دقیقه حواسم پرت شد. الان دوباره حواسم پرت میشه همش. آره خلاصه بگم که من بابام نوکرمه، من شهرور بابامم، عشق بابامم، ولی رو هوا میخوام دست خودمم بخورم، امون نمیدم. هرچی رو هواش میگیرم سری میخورم، مثل بروسلی. نکن چی سری 1 2 3.
شاید باورتون قراره که سال 403 به خوبی و خوشی بگذره و سال 1404 زمانی که 40 دقیقه مونده بشه بیایم بگیم سال 403 خیلی خوب بود، جبران 402 بود. آها 404 آره 403 یعنی خوب بود. یه دقیقه من گیج شدم وایسا. یعنی 40 بچه دقیقه من نخوابیدم و من دیشب 40 نخوابیدم. دقیقه مونده نه، دیشب 404 شه بیایم تعریف کنیم بگیم 403 انقدر خوب بود اصلا 402 یادمون نیست. باشه بابا چی میگی بابا؟ باشه چرت و پرت میگمش. این شیرت برده چیه من اشتباه خوده من پاهمو میخوام بخورم بیچه پاهمو بخورم یه جره. پیش مگه آرزو میکنیم بای بای. بابا بای بای چی بابا؟ تازه میخواستم حرف بزنم. چهار تا دختر مخته میدم مخشونو میزدم اینجا. والا حوصله‌ام سر رفت همش. از بی خانمی مردم بابا. شب ایجا دقیقه چطور دختر مخته برام جور کن. اگه مامانت بذاره جور میکنم. ماما نمیام ماما. بچه من یه رقص هم یاد گرفتم سال 402. این مامانینم اسکلن همه ایش میگن 402 بده. مثلا دارم با بزرگم نگاه میکنم ها. چرا؟ ما اینجا شاستیم کج من.